در کنفرانس جمهوری علمی عملی که در موضوع اصولهای ثمرناک رویاندن حاصل بلند انگور در خواجگی باغ تاکپروری نعمت حاجی شهر ترسونزاده دایر گردید، پرزیدنت اکادمی علمهای کشاورزی تاجیکستان دکتر علمهای کشاورزی اساسزاده نورعلی، نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، انستیتوت باغپروری و سبزوادکاری و انستیتوت اقتصادی کشاورزی درباره اساسهای نظریوی عملی جایگیرکنی تاکزارها در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان، رشد نوهای دورنمای انگور و راه‌های گرفتن حاصل بلند، ثمرناکی رشد انگورپروری در جمهوری تاجیکستان، اصولهای معاصر مبارزه بر ضد کسلی و حشرات‌های ضرررسان انگور و رشد تاکپروری با استفاده نوهای خشکباب مویز انگور سخنرانی نمودند، به حاضرین مصلحت‌های مفید دادند. امروز مطابق با استفاده انگور، یعنی که 18 کیلوگرم به سر یک آدم رسد می‌آید از روی ثبات استعمالی، لیکن استحصالش به سر هر یک آدم 25 عدد و 25.5 کیلوگرم رسد می‌آید که از معیار زیاد است. همین معیار از معیار زیاد بودگی همین کیلوگرم این با صادرات روانه کردنش بسیار موافق می‌آید و فکر می‌کنم که با صادرات آماده کردن، با صادرات تیار کردن، با استاندارد صادرات جوابگو تیار کردن محصولات این از فایده خالی نیست. بنابراین فکر کردن در کار که چطور محصولات صادراتی چطور با استاندارد گوییم که جهانی باشد یا که وای باشد تیار آماده کردن این از همه مهم است و این وقتی که با صادرات روان کرده می شود چقدر با بودجه خود محل با بودجه دولت با بودجه گوییم خود عائله چقدر منفعت های کلان دارد. برای آماده کردن مردم، برای آماده کردن همین کارمندان علم باشد، دیگر کارمندانی که شوق و هوس خیلی زیاد دارند برای پرورش نوهای گوناگون انگور امکانات خیلی وسیع فراهم می‌آورد. در قسم عملی کنفرانس متخصصان از قطعه‌های نمایشی که از جانب انگورپروران شهر ترسونزاده تشکیل کرده شده بود دیدن نمودند. مقصد اساسی گزاردن چنین همایش در شهر و نویه‌های جمهوری انتخاب نوهای بهترین انگور، پیشنهاد به دهقانان، گرفتن حاصل بلند و محصول خوش‌صفت میباشد. چون که در زمان معاصر تاکپروری در جمهوری تاجیکستان یکی از ساحه‌های سردرآمد به حساب رفته، در اقتصادیات ملی برای غنی گرداندن بودجه دولتی موقع استوار اشغال می‌نماید.